بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان، امین حبیبی هستم و امروز میخوام شما را با بنجامین آشنا کنم. سازمان ناسا طی یک تحقیق لیستی از گیاهای خاصی که توانایی سم‌زدایی طبیعی هوای اتاق دارن معرفی کرده که یکیشون بنجامینه. علاوه بر این هم گیاه بنجامین از درخت‌های محبوب به نظریه فنگشوییه. این نظریه عقیده داره که گیاها با جذب انرژی مثبت موجود تو کائنات سعادت و خوش اقبالی به ما هدیه میدن و وجود اونا برای داشتن یه فضای پر انرژی ضروریه. بنجامینا بر اساس شکل ظاهری و رنگ برگا دسته‌بندی میشن، مثل بنجامین ابلق، بنجامین سیاه، بنجامین سبز، بنجامین آمستل و غیره. بنجامین نگهداری آسونی داره، اما نسبت به جابجایی و تغییر نور و دما و رطوبت حساسه. وقتی گیاهو به خونه میارین ممکنه دچار استرس تغییر مکان بشه، پس تمام سعیتون رو بکنین که در صورت تغییر مکان شرایطی براش فراهم کنین که نزدیک به شرایط سابق باشه. بعد جابجایی هم میتونین بهش اسید هیومیک یا آبقند رقیق شده بدین که مانع شوک وارد شدن به گیاه بشه. بنجامین نور زیاد و غیر مستقیم دوست داره. پشت پنجره شرقی بهترین جا براش محسوب میشه. در ضمن حواستون باشه که نور مستقیم هم باعث سوزش برگاش میشه. بنجامین تو دمای 15 الی 25 درجه سانتیگراد بهترین عملکرد داره. این گیاه به سرمایه بیش از حد خیلی حساسه. اجازه بدین روی خاک خشک بشه، بعد اقدام به آبیاری کنین. انگشتتون رو تا بند اول داخل خاک فرو کنین، در صورت خشک بودن اقدام به آبیاری کنین. حتما هم از آب بدون کلر و ولرم استفاده کنین. برای تامین رطوبت مورد نیاز گیاه جزیره مصنوعی درست بشه. حتما از غبارپاشی تو گرمای ظهر خودداری کنین. بهتره کلا به جای غبارپاشی از جزیره مصنوعی استفاده کنین. ماهی 2 بار تو بهار و تابستون گیاه با اسید هیومیک و کد 20 20 20 هم تغذیه کنین.